گلچین هفته. سلام. 39مین برنامه گلچین هفته را با پیش درآمدی در ماهور از درویش آغاز می‌کنیم. این پیش درآمد یکی از زیباترین آثار درویش است که گروه شیدا به سرپرستی محمدرضا لطفی اجرا کرده است.
در 2 هفته گذشته درآمد ابوعطا، حجاز و اوج حجاز، بغدادی و جبری را از ردیف ابوعطا با آواز تاج اصفهانی، نی حسن کسایی و تار جلیل شهناز شنیدید. امروز در دنباله این ردیف گوشه های یتیمک، حسن موسی و گیلکی را با اجرای این 3 هنرمند گرانمایه موسیقی ایران میشنوید و هفته آینده با پخش گوشه های خسرو شیرین، سارنگ و فرود ردیف ابوعطا را به پایان میبرید. یتیمک کیف به نام حسن موسی.
گلچین گوشه هایی از ردیف ابوعطا را با آواز تاج اصفهانی، تار جلیل شهناز و نی حسن کسایی شنیدید. حالا به ترانه در کوچه سار شب با صدای محسی گوش کنید. آهنگ این ترانه را محمد حیدری، هنرمند فرهنگ و هنر، بر روی غزلی از سایه ساخته و با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان اجرا شده است.
ترانه در کوچه سار شب را با صدای محسی در مایه دشتی شنیدید. یکی از آوازهای فراموش نشدنی دشتی، آوازی است که هنرمند گرامی روحانگیز سالها پیش با ویولن مسکی مفتاح خوانده و بر روی صفحه گرامافون ضبط شده است. صدای زلال روحانگیز با بلندی و رسایی بی‌نظیر و تحریرهای زیبا و دلپذیر این آواز را در طول سالیان دراز همچنان مشخص و ممتاز داشته است. حالا به ترانه اوج با صدای نادر گلچین گوش کنید. این ترانه را هنرمند ارجمند فرامرز پایور به یاد استاد یگانه ضرب حسین تهرانی ساخته و شعر آن را لعبت والا سروده است. آهنگساز خوب ما همایون خرم بر روی دو بیتی هایی از شیخ ابوسعید آهنگ زیبایی ساخته که با تنظیم فرامرز پایور و صدای اهدیه اجرا شده است. که بادا
عشق تو بیجت همی باید ریخت از من اثری نمان این عشق چیست چون من همه معشوق شدم چون من همه معشوق شدم عاشق ترانه هرچه باداباد ساخته همایون خرم را با صدای عهدی شنیدید. حالا به ترانه در خلوت غم با صدای مرزیه گوش کنید. آهنگ این ترانه از فرامرز پایور و شعر آن از سایه است.
که به جایت زنم کس ننشانم به جمالت که خیالت نرود از دل و جانم به وفایت که به جایت زنم کس ننشانم به جمالت که خیالت نرود از دل و جانم به غمم که مرا جز غم تو شب همیشه هم به غمم به غمم که در این خلوت همدم جز تو کسی که تو نه مانده بودم دل تنگی مرا من و این گریه شب که همین گریه زدم
برنامه امروز گلچین هفته را با تصنیفی در نوا با صدای هنرمند عزیز شجریان به پایان میبریم. این تصنیف قدیمی را گروه شهناز اجرا کرده است.